به نام آن که سبحان بود، برون از مکانها و امکان بود. اول و آخر، ظاهر و باطن است. کریم و سمیع، جمیع و محسن است. بعدا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواستم یک قصه واقعا دردناکی را بهرتان پیشکش نمایم. قصه طفل گرسنه. قصه از روزگار حضرت عمر، خداوند از او راضی باشد، گرفته شده است. میگوید کوچه های مدینه از تاجرانی که از هر گوشه و کنار آمده بودند پر گشت. شهر را صدای آنها فرا گرفته بود. این هنگام عمر رضی الله عنه به عبدالرحمن ابن عوف، خداوند از او راضی باشد، گفت بیا امشب مال تاجران را محافظت میکنیم تا از دزدان امین باشند. پس هر دو مشغول پاسبانی شدند. در اثنای نمازگزاری صدای گریه طفل را شنیدند. پس از نماز عمر رضی الله عنه به طرف آن صدا روان گردید و به مادر آن طفل که میخواست طفلش را خاموش کند گفت از خدا بترس و به طفلت خوب معامله کن. سپس عمر رضی الله تعالی عنه به پاسبان اموال تاجران برگشت که ناگاه صدای آن طفل باز بلند شد. عمر دوباره به سوی مادر و طفل برگشت و سخنان پیشترش را تکرار نمود. در آخر شب باز صدای گریه آن طفل بلند شد. عمر رضی الله عنه نزد آنها آمده به سختی به مادر طفل گفت حیف تو، میبینم که مادر بدی هستی که با طفلت مهربانی نداری. آن زن با اندوه گفت ای بنده خدا، امشب مرا به تنگ آوردی. من میخواهم او را از شیر جدا کنم، او باشد از شیر دل کندن نمیخواهد. عمر رضی الله تعالی عنه با تعجب گفت برای چی میخواهی او را از شیر جدا کنی؟ مادر زار جواب داد عمر نفقه را تنها برای طفلانی از سین شیرخوارگی بالا لازم گردانیده است. عمر رضی الله عنه میگوید وقتی که این سخن را شنید او را وحشت فرا گرفت و با صدای لرزان پرسید او چند ماه است؟ زن چند ماه بودن طفلش را بیان نمود. عمر رضی الله عنه گفت وای بر تو، اینقدر بر وقت تو را از شیر جدا نکن. سپس عمر رضی الله تعالی عنه رفت و نماز بامداد را با مردم خواند. عمر است که دلش ریش می شود وقتی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در عذاب باشند، وقتی که رعیت و قومش در عذاب باشند. میگوید وقتی که نماز میگذارید ولی بر اثر گریه اش مردم سوره تلاوت کرده اش را به خوبی نمی شنیدند. پس هنگامی که از نماز فارغ گشت چنین گفت وای بر حال عمر، وای بر حال عمر، چقدر فرزندان مسلمان را کشت. سپس امر نمود که برای هر طفلی به دنیا آمده مسلمان نفقه مقرر سازند و این امر را به همه گوشه های خلافت رسانند. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خواهش کرده می شود فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. دستگیری خود را دریغ ندارید. از شما دستگیری، از ما پیشروی. السلام علیکم و رحمت الله.